قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما أنت بقنام يعني حدث الناس بما تعرفون، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كانت في بعضهم فتنة میشد، یعنی فتنه میشد. هم برفتن بعضی مردم ها پیشش برفتن همین مباشرت چیزایی مثلا چه سر کردن، هم که فتنه کردن همه، یا نه؟ هم که چیکار کردن رفتن همه جای فتنه کردن. این بیفقهی، بیفهمی، سبب استاد ندیدن، به استازی تلقی علم نزد اهل علم انده نشدن، سببش که تامین شدن. گفتن که یعنی گویا که این سنت بیا سنت زنده کنی. گفتن چیکار کردن؟ یعنی نتونست سنت به طریقه اهل سنت زنده میکنی، نه که به طریقه یعنی خودت. یعنی الجهل، یعنی مثلا چی جهل مثلا. فهمیدید؟ یعنی از آن انده اومدگی، از آن انده بلال رضی الله عنه خود دستش چنده بود، گوشش انده بود. گوشش انده بود اومدگی، یعنی گوشش بموندن. چه خیلی که برای همین حکمت چی میگم، وقتی که گوش محکم شود آواز بلند میشد با میگن، یعنی برای همین توزه محکم میکنی تا که آواز شود، یعنی توزه بلند شود. نه قامت بنده این چیز آدم تو نمیگود نتونه فرقش، یعنی نه میمونه این چیز میمونه. size sünnete zinde bekleyen usta içeri haribi olarda usta çünkü sünnet هم باشه usta خیلی usta که fitne نشه خیلی باید میگم که سنت چه باید زنده بکنه نه میگیم که رسول صلی الله علیه و آله چه خیلی که گفت، یعنی رسول صلی الله علیه و آله چی وای البداءة بالاهم الاهم، با مهمترین چیزا سر کرد. ما این چیزا چی نمیکنیم، نه خونه تنده کن نه چی نکن، لیکن از مونده پیش مونده مهمترین چیزها های. اول خلق این چیز به تیار کن، تعلیم ته گو که خیلی مثلا چیزا با اومده دیگه میشه. نه فهمد یک بار هیچ کسی چی نه این چی کاره، نه رقص کرد این چیکار کرد این آدم، این نمیشه این کار درست، یعنی این کار مثلا چی این کار درست نه، یعنی این چیز این بیفهمی این به دلالت میکنه این چیز. هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت، یعنی وقتی که مکه به اومد سال 8 ماه رمضان، وقتی که مکه به در اومد کعبه چی بود، یعنی کعبه دیده گید که حضر احوالش، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم گفت که لولا ان قومك حديث أحد من الإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل. یعنی چیکار سه چیز میکردم. هجره چی میکنم، یعنی کعبه به داخل میکنم یکم. دویم دری کعبه چی میکنم، پس میکنم. برای که دری کعبه چی بود، پستند بود. آدم میدن اومد اینه وقتی جاهلیان اینه بلند کردن. برای چی؟ برای که کعبه حجاب دستی کنده بود، حجاب دستی قریشیون ده بود دیگه. قبیله ها چه که آدم شریفش وقتی که و خور کردنی باشه میگفتن که بیا ما تو امروز یعنی مکافا میدیم. وای میبیاد میگن که تو با اجازت کعبه به درایی نازی من در کعبه به درآمدن میشم، میگه که از چه بالا میبرد که آب بالا دفعش میکنن میافتن. این معنیش چیه؟ فهم که تو هیچ کی نیی، تو هیچ کی نیی، یعنی کعبه درش پاس میکنیم و دو در میسازیم. وقتی ابراهیم انده چی بود، دو در داشت، یک در که میدروید و دویمش میبروید. لیکن همین کار نکرد علیه السلام، نکرد. حالا که مثلا چی بودین سنت مثلا اصلی چی بود، یعنی کعبه که ابراهیم علیه السلام نکرد رسول الله صلی الله علیه و برای چی؟ ابن حجر میگوید که این دلالت کرد که رسول صلی الله علیه و چی گفت، یعنی اینجا دید که نگر کند یک دو چیز بنکرد. برای که پیش رسول از این چیز مهمترین چیز حیالی، یعنی این بت‌های تازه کردن، توحید نشر کردن. تو دویمش این کارو کنین فتنه شد، مردم میگوید که این چه خیلی یعنی کعبه چه خیلی ویران کردین. برای این چیز نمیشد الا اول چیه باید که کعبه ویران کنیم. خیلی یعنی فهمید؟ هم به یعنی چی میکنیم، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم کارو کرد، یعنی فهمید؟ هم به یعنی ما هم چی میکنیم، یعنی بچه
این چیزای از طریق اهل علم یعنی تعلیم میگیریم. از خدا ما هیچ وقت یک کار نمیکنیم، از خدا ما نمیکنیم. باید که هر چیز بچه فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یک چیز پیش از یک کس برسوندن نگرید. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چیز واضح، لیکن این همش بی عقلی، بی فهمی، بی علمی، جاهلی، این چیز صفاحت، احمقی این چیز. نگرید رسول صلی الله علیه و سلم معاذ به چی میگفت؟ یعنی یا معاذ اتدری ما حق الله علی العبید و ما حق العبید علی الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العبيد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العبيد على الله ان لا يعذبهم من لا يشرك به شيئا. گفت معاذ چی گفت؟ یا رسول الله گفت افلا ابشر الناس؟ پرسید استاد است، یعنی نگفت که خلاص این سنت شوندم داو روی همه به خبرت. یعنی چی گفت؟ گفت که یا رسول الله من شوندگی چیز ما خلق برسونم. رسول صلی الله علیه و سلم که نگفت، این خواست تو نرسون. که چه چیزی شوندگی تا نمیرسونده ای احمق. یعنی و یا مشکلاشون چی یک حدیثه میخوند لیکن دیگه چیز خبرش نیست. تو برای که یک چیز برای همین با میگیم که چه دعوت علم به محتاج، دعوت العلم قبل القول والعمل. همین باید که اینا با چی گشته اصول ثلاثه خوندن نکن. چخیلی که جسدش هم خونش های همین قدر چه تعلیم چه شاید که مننده آدم شود اینا. فهمدید؟ این همش چه باید بفهمی علم. یعنی فکر میکرد که خلاص یک کتاب خوندگی خلاص من تمام، یعنی چی شیخ ابن باز 80 سال علم گرفته که من عقب برنده گرفتم. یعنی فهمدید یا نفهمدید؟ هم به چی میگفت؟ معاذ میپرسید یا رسول الله، میگفتم چیزی شنیدگی من خلق برسونم؟ رسول صلی الله علیه و سلم که نرسون. برای که اون نمیفهمن این چیزا. فهمدید یا نفهمدید این چیزا؟ هم به یعنی این چیز علم چی از اهلش گرفته میشه، علم از خود گرفته نمیشه، از اهلش گرفته میشه. اما علم از خودش که گرفت، از کتاب گرفت، از کسیت گرفت، سونه انتظار بلا شما میادم. هر روز یک بلای نو میبیاد آقا. خودش هم میکشد و دیگرو هم میکشد. فهمیدید یا نفهمیدید این چیز؟